نمایشگاه 3 روزه محصولات داخلی با حضور صنعتکاران ولایت غزنی برگزار شد که در آن بیش از 40 غرفه محصولات تولیدی این ولایت به نمایش گذاشته شد. مسئولان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را معرفی محصولات داخلی غزنی به مردم و جهانیان عنوان کرده و تاکید نمودند که حمایت از این تولیدات می تواند زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر را فراهم کند. بسیار یک فرصت خوب است که ما محصولات خود ما را به نمایش بگذاریم تا مردم بیاین از تولیدات داخلی ببینن و اینایی که تولید کردن از کیفیتشون بر مردم اطمینان بدن و مردم که مطمئن میشن از تولیدات داخلی استفاده میکنن. اینمی است که ما ایجاد شغل میکنیم. در این نمایشگاه ما بیش از 40 غرفه داریم و ایجاد از و مقصد ما این است که ما تولیدات ولایت غزنی را به تمام افغانستان برایشان معلومات بدیم که ما در غزنی میتوانیم این تولیدات ولایت غزنی هست و در غزنی این اجناس تولید میشه. در همین حال شماری از صنعتکاران و اشتراک کنندگان نمایشگاه با ابراز خوشی از برگزاری این برنامه گفتند که مردم باید بیشتر از محصولات داخلی استفاده کنند تا صنایع داخلی رشد کرده و وابستگی به تولیدات خارجی کاهش یابد. در مجموع خوب است که همچون نمایشگاه‌های در سطح افغانستان در سطح ولایات برگزار شود. این خیلی جنبه مثبت داره برای محصولات صنعتی، محصولات داخلی، تولیدات داخلی، برای رشد و انکشاف تولیدات داخلی بسیار یک زمینه و یک گام خوبی است. خواست ما از حکومت و از سازمان‌هایی که در افغانستان فعالیت میکنند و بالخصوص حکومت امارت اسلامی افغانستان است که از شرکت‌ها، از فابریکه‌های که در افغانستان فعالیت میکنند حمایت بکنند، به طور گسترده هر نوع حمایت بکنند تا بتوانند فعالیت خود بیشتر کنند و زمینه کار برای ملت و مردم رنجه افغانستان فراهم شود. خواست ما شهروندان غزنی و از تمام مردم افغانستان است که امی کمپانی‌های داخلی خود، شرکت‌های داخلی خود که اونا تولید دارن، اونا را سپورت بکنه، حمایت بکنه، از محصولات داخلی استفاده کنه. به گفته مسئولان همکنون بیش از 100 کارخانه در بخش‌های مختلف در غزنی فعالیت دارند که زمینه کار برای بیش از 10,000 تن را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته است.